مدیر دوبلاژ امید محبت پیشه. دوبله شده در استودیو ویلنا. خیلی شبیه اون شد. خب خیلی شبیه امید محبت پیشه. به همین خاطر این لب خندونو برات درست کردم تا بتونی همیشه شاد باشی. النا کاظمی. جیمینی میدونی چی شده؟ دیگه لازم نیست برم مدرسه، به جاش مشهور میشم. اینجوری باعث افتخار پدرم میشم. فربده اکبر. خدا کنه حرفم درست نباشه، انگار کارسکی استرامبولی داره میاد. لطفاً ازتون خواهش میکنم اون ساعت دیواری با اون اردک خوشگل و تمساح کوچولو رو بهم بفروش. مهرداد زمانی. وای خدای من چقدر حواسم پرته. خیلی عذر میخوام. امیدوارم که صدمه ندیده باشی. اسباب بازی که فکر میکنه یه پسر بچه است. خود پیناکیو. امیر علی حسین نژاد. شک نکن که از عروسک بودن یه سرگردن بالاتره. واقعا؟ آره، به شرف نداشتم قسم. پس راست میگفت. دسته کثیف استرامبولی به یه عروسک جادویی رسیده. سهیلا آذری. منو تو غمت شریک بدون. پینوکیو، یه حس درونی بهم میگه که تو بهترین تصمیم زندگی تو گرفتی. بخیال. ماهده فخر. مجموعه جزیره دیگه خالت چرا؟ قانون اینه که تو تاریکی هوا سره بچه خلوت باسی. تو هم دقیقا همونجا بودی، هم جمعت کردیم. آره تو جات اینجا نیست. مدرسه جای بچه های واقعیه، نه عروسکایی مثل تو. شاهین اوج. نه اینجا. جبه تو سهم خودشو ادا کرد، منم همینطور. واقعی شدن دیگه به خودت بستگی داره. باید ثابت کنی که شجاع، راستگو و متواضعی. چطور این کارو کنم؟ نسترن زاکر. اینکه چطور بین درست و غلط رو انتخاب کنی. باید میرفت جزیره لذت تا دنبال پینوکیو بگرده. مینا سمیعی. یه قایق خرید. اون ساعتها خیلی براش عزیز بودن. حاصل یه عمر تلاشش بوده. خانم ویتلی. زهرا راه پیما. پتو روز بخیر. ممنونم. تو مشهور میشی، با هم پولدار میشیم، با کلی ساعت و طلا و نقره و کلا. سرپرست گویندگان سهیلا آذری. صدا بردار باند و میکس شاهین اوج. امیرعلی خداشناس. عطا حیدری. پینوکیو. پدر پینوکیو. پینوکیو